کافر نمی شود، اما واجبات است. اگر حق پدر و مادر رو فرزند به جا نآورد خیلی گناهی کبیره و بزرگ کرده. حتی به سبب اینکه پدر و مادر مسلمان از فرزندش راضی نشود، همون فرزند به سبب راضی نشدن پدر و مادر به جهنم میره. الله المستعان. عاقل والدین. زیرا که الله سبحانه و تعالی در قرآن آشکار و واضح بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله سبحانه و تعالی به تو فرض کرد که یگانه الله را عبادت بکنی و غیر از الله هیچ کسی را عبادت نکنی. و بعد از این که یگانه الله را عبادت بکنی، چرا یک چیزی مهم را ذکر کرد: و به پدر و مادرت احسان، نیکویی بکنی، به اونها کمک بکنی، دستگیری بکنی. و در دوام یاد میگه اگر یکی از آنها یا هر دوی پدر و مادر پیر شدند و تو هم بزرگسال شدی، در پهلوی تو پدر و مادر پیرت هستند، یا یکیشون وفات کردند و یکی دیگرشون پدر یا مادر در نزد تو هستند، و فلا تقل لهما اف، و پدر و مادرت اف نگو. معنای سخن این است که از همه کمترین گناهی، از همه بی‌ادبی پسترین اف گفتن است. از اف گفتن دیگر گناهی پس نیست. اف نگو معناش این است که دیگر گناه ها را اصلا نکن. داد گفتن و بلند گفتن و چش را علا کردن و به اونها زدن و بارک الله فیکم یا به اونها جنگ و جدال کردن و طعام ندادن، این خیلی کارها را نکن. ولا تنحرهما، البته به اونها معامله بدانه معامله نکن، بلکه به خوبی معامله بکن. حتی اگر پدر و مادر کافر باشد، به اونها الله سبحانه و تعالی امر کرد که و این جاهدک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما، به پدر و مادر کافرت اطاعت نکن، اما و صاحبهما فی الدنیا معروف، اما سخنهای خوب گو، اما براءت خود را از کفر و شرک اونها و از خودشان هم اعلام میکن. چه که حضرت ابراهیم علیه السلام براءت را اعلام کرد. اما مسئله اینجاست که وقتی که فرزند زن میگیرد، در عرف عادت تاجیکا به مشکلی سخت گرفتار میشود. زیرا که در عرف عادت آسیای میانه و بالخصوص تاجیکستان همچنین عرف داریم که کلین وقتی که به خانواده کلین شده می‌دراید، این کلین در سرش خیلی مسئولیت ها وجود دارد. هر سحری خانه رفتن و آش و خوراک و غذا آماده کردن و همه دهقانی رو حتی و غیره و غیره. آیا همین فرض است به سر کلین یا نیست؟ البته در این باره علما اختلاف کرد. از نظر مذهب شافعی به سر کلین این عمل رو انجام دادن یگانتش فرض نیست و یگانتش واجب هیچ چیزی نیست. اگر کلین خواهد من باب ثواب خودش میکند، اگر نخواهد نمیکند. اما از نظر دیگر از علما، جمهور علما میگن و عاشروهن بالمعروف، به همون عرف عادت خودتون با زن معامله میکنید. اگر عرف عادت خودتون ظلم و کفر و شرک نداشته باشد، وقتی که زن به خانه شوهرش می آید، اگر عرف عادت ملت شما همچنین باشد که عروس باید کمک کند به خوشتامنش، به مادر شوهرش باید به آنها یاردم بکند، البته انجام میدهد، باید یاردم بکند، اما نباید به عروس ظلم کرده شود. ما بعضی از قصه های خوشتامن رو میشنویم که خیلی هم ظلم بیدادی به سر یک دخترچه بیچاره میکنند. سبحان الله. از سحر تا بیگاه مثل غلامداری، اذیت دادن و به او خوراک ندادن و کارهایی که اصلا کردنش ضرور نیست کنانیدن و به زندگی فرزند آمیخته شدن و فرزند را حتی زنانیدن و اگر نزنی و پیش نکنی روزی نمیشن. این همیش از جهالت و بدبختی و از نفهمیدن دین است. نباید مادرها هم به این چنین به دختران مردم ظلم بکنه. این ظلم است و الله سبحانه و تعالی ظلم را حرام کرده است. یا عبادی، الله میگه یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم را به نفسم حرام کردم و در بین شما هم حرام کردم و در بین همدیگر ظلم نکنید. بارک الله فیکم.